جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مرادی هم رسیدن، بهشون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدین. اجرکم الله. سلامت باشید. سلامت باشید. خیلی ممنون دیگه، شما بعد منبر سری خودتون رو میرسونین. سلامت باشین دیگه. بزرگواری می‌کنید. سلامت باشین. افتخار داریم در خدمت شما مردم عزیزمون هستیم. سلام علیکم، در خدمت شما هستم. خدمت از ماست. ما امشب وقتمون خیلی زیاد نیست، با اجازهتون سری بریم سراغ موضوعات. سوالات شما رو هم میپرسن و در این حال خواهش می‌کنم بازم اگه مد نظرتون هر چیزی که هست به 30059 راجع به همنشینی با خورشید بفرمایید. اجازه میدین؟ دیشب فرمودین که ما باید تو خیمه ابی عبدالله علیه السلام حاضر باشیم که بتونیم فکر بکنیم به چیزهای مهمی، مثلا به چیزهایی که برای ما روشن میکنه که یزیدی هستیم یا حسینی هستیم، که انشالله دومیش باشیم انشالله. مردم خیلی این بحث رو داشتن و در این حال از شما پرسیده بودن حالا که مطرحش کردین بگین که از کجا بفهمیم که حسینی هستیم یا یزیدی. خدا رو شکر میکنم که همین دغدغه ایجاد میشه که یک نفر بپرسه من کجام. اصل مشکل آدم تو این روزگار همین بحران هویته که اصلا نمیدونه کیه، نمیدونه کجاست. یکی از بهترین اختراعات بشر تو این روزگار همین جی پی اس، دستگاهی که معلوم بشه من الان کجام. ما بتونیم یه کاری بکنیم که مخاطب ما، جوان ما، توده مردم به این فکر کنن که من کجاییم، من الان تو سپاه کفرم یا تو سپاه ایمانم، من الان با شیطان و شیاطین رفیقم یا با خدا رفیقم. اون دسته‌بندی رو که دیشب عرض کردم، سپاه جهل، سپاه عقل، نور و ظلمت. یک همینی که این براشون دغدغه بشه، این خیلی نکته مثبتیه. وقتی که این دغدغه شد، اون وقت باید به صفات اینها نگاه بکنن. یعنی اینا صفاتشون چیه؟ آره. خب ببینید یزید منفعت طلبه و یزیدی‌ها اونایی که اومدن میدونستن حق با امام حسینه، ولی میگفتن نونمون توی این کاره، مزد گرفتیم این کارو کنه، من مأمورم و معذور. حسینی اینطوری نیست. من دیشب یه چیز دیگه به ذهنم اومد، ببخشید میام تو کلام شما چون شما اجازه دادین. یادم رفت و یاد نرسیدیم بپرسم، الان میپرسم. یعنی کسی که تو سپاه ابی عبدالله علیه السلام باشه، کنم که قربون ذهن مبارکتون رسید یادداشت بفرمایید. دست شما دادم. خیلی ممنون. خواهش. عرض کنم به حضور شما که کسی که تو سپاه کسی که تو سپاه ابی عبدالله علیه السلام یعنی چی؟ یعنی دنیا رو نداره؟ گیرش نمیاد؟ چرا دنیا یعنی داره دیگه، دنیا که داره. خب دنیا پس رو چرا خوبم داره. ابی عبدالله علیه السلام گفتن که بیاین دنیاتون هم تامین میکنم، ولی اونا فکر میکنن تامینش اونوره. خب میترسیدن از اونور و به این دنیای اطمینان نداشتن. اصلا بحثشون با حسین سر دنیا به این نحو نبود که حسین رو برای دنیاشون یک ضمانت قابل اعتمادی بدونن. اونم گفتن ببینید حرفی که توی کوفه زدن به خاطر جناب مسلم سلام الله علیه این بود که گفتن سپاه یزید از شام اومده تو نخیله، فردا پس فرداست که بریزه تو کوفه، هر کی با مسلم باشه قتل عام میشه. و الا اگر میذاشتن همون 800 نفری که با مسلم حمله کردن، همون افرادی که با مسلم بودن میتونستن کوفه رو در دست بگیرن. تاریخ می‌نویسه وقتی افراد میرفتن با مسلم به سمت دارالاماره، بعضی از افراد رو زناشون میومدن دستش میگرفتن میکشیدنش تو جمع بیرون، بیا بریم تو مثلا با اینا نرو. بعضی دیگر رو فامیلاشون میومدن جدا میکردن. و شب تو مسجد وقتی که این دارالاماره است، مثلا بخوام اینجوری توضیح بدم، این دارالاماره است، این مسجد کوفه است با یه همچین فاصله بلا تشبیه. خب این مسجد کوفه اینجا، از رو پشت بام اینجا اومدن که داد میزدن که صداش تو مسجد کوفه میرفت که هر کی با مسلم باشه، سپاه یزید اومده تو نخیله خیمه زده، میان حمله میکنن که گفت از همراهان دلسیهش سایه ماند و بس. آن همچه شب رسید پی او روانه بود، رهاش کردن. ترسیدن. اونا گفتن دنیامون الان این بر اون لشکرش بیشتره. حسین با لشکر نیامده که، حسین اصلا یارکشی نکرده، حسین با زن و بچهش اومده. این دکورتون رو به هم نزنم، این وضعیتی که وجود داره اینه که اینها دنیاشون رو با عبیدالله میدیدن، همون دنیای اندک رو، دنیا خواهن. خب کسانی که با امام حسینن، کسانی که عاقلن، الان شما نگاه کنید یک نفر میخواد ازدواج کنه،
میره یه جا خواستگاری، دختری رو که مثلا شمایلش رو میپسنده، اخلاقش رو میپسنده، ازدواج میکنه رسمی فلان. آدمی هم هست میره به خاطر رسیدن به همین دختر خودش رو به کشتن میده، یا اون دختر رو مثلا اسید میباشه تو صورتش، یا میره یه نفر دیگر رو میکشه که به این زن برسه، نه به اون زن میرسه، نه به زندگیش میرسه. ببینید اینا هر دو دارن به یه سمت میرن. روش این عاقلانه است، روش این احمقانه است. کسانی که با امام حسینن دنیا رو بهش میرسن ولی با روش عاقلانه. ولی وقتی هم به اون دنیا رسیدن با روش عاقلانه، نمیگن همه هدفمون این دنیاست که با روش عاقلانه به دستش آوردیم. میگن همه این دنیا رو که به روش عاقلانه به دست آوردیم و حلال به دست آوردیم، به خاطر مصلحتی بالاتر این رو حاضریم کلاً فدا کنیم، ایثار کنیم. بهش میرسند و ازش متنعم میشن، اونوریه که دنبال دنیان بهش نمیرسن، ازش بهره مند نمیشن. شاید هم بهش برسن ها، ولی اهمیتی نداره. ولی ما الان تو اون مصادیق که داریم از گندم ری نخواهی خورد. آره. و نمیخوره. تو قصه امام حسین خیلیش عقوبته. ببین کسی که کلاه خود رو دزدید گذاشت سرش جنون گرفت، کسی که مثلا لباس دزدید چه شد، حالا نمیخوام، کسایی که زینت بچه‌ها رو دزدیدن، گوشواره دزدیدن، چه دزدیدن، بردن ریختن تو بوته اینا رو ذوب کنن، بخار شد، هیچی دستشون نگرفت. کسایی که چیز دزدیده بودن ظاهرا از این چیزایی که غارت کردن 2 تا چیز آسیب ندید و تونست برگرده به زینب کبری و امام سجاد. که انگشتر بود که از ساربان پس گرفت، یکی هم پیراهن امام حسین بود که امام صادق میگه بیش از 60 جای پارگی توی این پیراهن بود، 30 تا جای نیزه بود، 30 و چند تا جای شمشیر بود. یه مقدار تبیین این مسئله رو برای زندگی امروز بخوام بگم، ظاهرش که شما زندگی بشر رو نگاه میکنید، مؤمن و کافر همه زندگی دارن، همه غذا میخورن، همه زن دارن، بچه دارن، به هر نحوی ظاهرشون قرآن هم میگه شبیه همه. ظاهر دنیا اینه، مل حیات الدنیا، این گونه این گونه این گونه، همه دنیایی اینطوری هن. باطنش اینطوریه که برای مؤمنین دنیا خیلی اصالت نداره، خداست که مهمه، حقه که مهمه. برای همین اگه پای شهادت بیفته میاد وای میسته از حق دفاع میکنه، مثل شهدای ما. چرا امام میگه رهبر ما اون طفل 13 ساله است، حالا بهنام محمدی، حسین فهمیده، اینا رهبر میشن، اینا میشن اون نقطه‌ای که ما میتونیم بهش اقتدا کنیم. جوونی داره، نشاط داره، صبحونه‌شو میخوره، ورزششو میکنه، زیباییشو داره، تارک دنیا نیست، ولی حاضر تمام این جوانی رو فدای خدا کنه، فدای دین کنه، مثل مرد بره تو جبهه بجنگه. اما جوونی شاید همسن سال او فرار کنه، بره یه جای قایم شه، آب از آسیاب بیفته، دوباره بیاد تو جامعه. فرق حسینی‌ها و غیر حسینی‌ها اینطوریه. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. سلامت باشین. گفتین که اومدن زن دستشون رو گرفتن، گفتن که بیایم بریم، شما مثلا اینجا چیکار دارین، بمونین کشته میشین. ما با جناب زهیر شروع کردیم این برنامه رو قبل از که تشریف بیارین. گفتم ببینید چقدر تفاوت رو به روی هم هست. اون جایی که سفیر امام اومد، جناب زهیر به سرگشتگی و تحیری و اون شیرزن نجاتش داد که چه نشسته ای که پیغام آورده از طرف پسر رسول الله، پسر دختر هر دو کرامت هر دارن. هر دو کرامت دارن، هر دو بزرگوارن. صفت کرامت در هر جا، در هر کسی باشه او رو نجات میده. این آدم از لحاظ فکری و لحاظ سیاسی ظاهر میدونید که منحرف بوده. از امیرالمومنین انحراف پیدا کرد، قصه جمل و بعد با امام مجتبی و 10 سال امامت امام حسن او عثمانی بود و اصلا کاری به امام حسن نداشت. 10 سال امامت امام حسین هم همینطور. حالا با یه پیغام امام حسین مینه نه اینجا قصه دیگه جدیه، اینجا وایسادن مقابل حسین و حسین مظلومه و حسین حقه. بزرگواری او، طبع بلند او قبول نکرد که دیگه بخواد رو اون لجاجت قبلیش وایسه، برگشت. هر رو همین اساس، رو اون کرامت و رو اون ساختار ادبشه که برمیگرده. اینا وقت به بینش آدم کمک میکنه، خدا به قلب آدم. اینی که میگن علم نوره، خدا به دل هر کسی که بخواد میندازه. یقذف الله فی قلب من یشا یا الی قلب من یشا. اون من یشا کیا هستن؟ چه کسایی هستن که خدا میخواد علم به دلشون بندازه؟ کرامت داشته باشن، ادب داشته باشن، این صفات خیلی مهمه، سخاوت داشته باشن. اینا صفات حسینیون، اینا صفات حسینیون. بعد اینا جلب میکنه خیر رو، از هر کجای عالم خیر رو جلب میکنه.
ما باید روی صفات که آغاز سخن عرض کردم، رو صفاتمون ببینیم چه صفت‌هایی در ما هست. آیا این صفات در امام حسین هست یا نیست؟ مثلا همین خسیسی، بخل، اصلا صفت حسینی نیست. لجبازی صفت حسینی نیست. این عبارت رو شما از چه کسایی شنیدین؟ یا آیا اصلا شنیدید یه همچین چیزی رو؟ مثلا توی دعوایی میم دو نفر رو آشتی بدیم، یه آشتی کن، میگه که اگه خدا هم بیاد من با این آشتی نمیکنم. این آدم یزیدیه، این آدم حسینی نیست. به همین محکمی، به همین محکم، اصلا تعارف. این آدم حتما اهل جهنم، به همین محکم. عجب. چون قرآن تصریح داره اگر میخواید خدا ببخشتتون، مگه نمیخواید خدا ببخشتتون؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخشین، چشم پوشی کنین، بگذرین. تمام این محاصره‌ای که اتفاق افتاد، هر روز لشکر میاد، از یه جمعیت 1000 نفره شد 30,000 نفر. روایت معتبری است که امام سجاد میفرماید 30,000 نفر بابام حسین رو محاصره کردن. چه کسی باعث شد که این 30,000 نفر جمع بشن؟ هر 30,000 نفر جمع شدن. همین که اومد عذرخواهی کنه، امام حسین فرصت عذرخواهی بهش نداد. ارفع رأسک، سرتو بلند کن، سرتو پایین ننداز. چکمه‌اش انداخته بود گردنش. آقای حاج آقا شهاب مرادی، اون امام حسین علیه السلام بود. حالا بیایم یه مرتبه پایین‌تر، توی کاروان ابی عبدالله بگید این صفات رو اولا که این عبارتی که بگیم اون امام حسین بود، من میدونم و شما میخواید عبارت‌هایی که شاید تو فرهنگ ذهن مردم شاید وجود داره بگم. یه مسجدی رو فرض کنید، مثلا یه مرجع تقلیدی اسم ببرم از مرحوم آیت الله عظمای بهجت، خدا در علو و درجات ایشون اضافه کنه، مراجع حی رو همه رو حفظ کنه. فرض کنید رفتید توی مسجد، می‌بینید که آقای بهجت رو به قبله میگه الله اکبر، یا آقای اینوری واسه داره نماز میخونه. بعد میگه مشت اصلا اینوری چرا؟ میگه اون بهجته، ما که دیگه تو مثل اون وایسیم که. میبینیم مثلا یکی دیگه آقا هوشنگ تو چرا اینوری وایسیدیم؟ بابا آقای بهجت رو او اصلا اینوری وایساده که ما یاد بگیریم اینوری وایسیم. جوکه، اصلا مضحکه که ما بگیم اون امام حسین این کار رو کرد. اینا پایین ترین صفات اهل بیته، چیزایی که به عقل ناقص ما میرسه. ولی کرم اونها مثل کرم خداست، انتها نداره. رحمت اونها رحمتی بی منتهاست. ما بعد این جهتگیری ها رو ببینیم امام حسین فرصت عذرخواهی به کسی نمیده. اگر من کسی ازم عذرخواهی میکنه نمیتونم ببخشمش، باید ببینم، نه اینکه بگم حسینی نیستی، باید بگم حالا که حسینی هستی تو این صفت تمرین کن، بیای بالا، شکل امام حسینی ها بشی. دیگه بگین از این صفات. تو همین ریز رفتار، مثل حق الناس، مثل حق مردم، پول مردم، زندگی مردم. دیشب دیدم یه سری پیامک زدن که حالا که شما گفتین امام حسین علیه السلام زمین کربلا رو خریدن، حق الناس که گفتین، یه خورده راجبش توضیح بدین، حالا ولو یکی دو دقیقه. ببینید اصرار دارم اینو بگین. دیشب هم گفتم و گذاشتیم به خاطر اینکه بدونیم ما اگه میریم کربلا مهمون خود امام حسینی، یعنی روز زمینی که مال ابی عبدالله علیه السلام وقف کرده امام حسین به خاطر زائرین، و سفارش زائرینش کرد. بله به اون افراد گفت شما دست شما باشه کار کنید ولی به زائرین من خدمت کنید. حق الناس میفهم. چیزی که وجود داره اینه، امام حسین شب عاشورا با یارانش صحبت کرد، گفت کشته میشید، این چنینه، این چه صحبت‌های مهم. صبح فرمودن کسانی که بدهکارن با من نباشن، اگر در رکاب من خونتون ریخته بشه قیامت میرید جهنم. عجب. بله میرید جهنم. یک کسی اومد گفت آقا من بدهکارم به کسی و خانومم تقبل کرده که بدهی منو بده، به این جهت که اون زن شاید امکان تأمین این مسئله رو نداشته. آفهمیدم مگه میتونه ایشون تقبل کنه؟ گفت بله من یه سری پول براش گذاشتم فلان. آفهمیدم باشه، اگر او قبول کرده من میپذیرم که تو باشی، ولی اگر کسی دین کسی رو داره و اینا بره تو رکاب من نباشه، خونش در کنار ما ریخته نشه. حسینی ها اون شب گذرونده از کنار امام حسین نرفته تا صبح هم بوده. صبح هم امام حسین گفت شبی که هر کی میخواد بره هر کی میخواد بره، بیعتمو برداشتم فلان. صبح هم میفرماید که اذن شهادتتون رو خدا داده به همشون، ولی میگه با اینکه خدا اذن داده اگر تو رکاب من کشته بشین
و بدهکار باشی میرین جهنم. حالا یه نکته‌ای وجود داره، ما بعضی وقتا با بعضی اصلا اختلاف مالی داریم. من اومدم برای شما کار کردم، شما میگی آقا من مثلا این کاری که برات انجام دادم تومن میارزه. یکی میاد میگه نه آقا این تومن نمیارزه، بگه اینجوری حوالت به ابوالفضل من ول میکنم میرم. شما که طلبکار هستین باید بیاید منصفانه با حضور یه حکمی، با حضور قواعد داره. ما این که مثلا راه بیفتیم هممون با هم دیگه سر هر معامله من مثلا بیام از شما طلبکار بشم بگم نه من مثلا اگر فرض کنید ماشینمو به شما فروختم، این ماشین اون موقع که من خریدمش اینطوری بوده، من باش راه نرفتم، من اینو همیشه مثلا با اشک چشم شستم، نه هر حرفی، و این روغن چجوری توش ریختم، این با ماشین با پیکانای دیگه فرق میکنه، این باید تو 2 میلیون تومان اضافه به من بدی. یا مثلا من تو اومدم بیام محضر طول کشیده خوردم زمین پاهم درد گرفته، تو از 3 میلیون تومان اضافه به من بدی. صرف این ادعا نمیتونم بگم پس آقا مجید دیگه مشکی نپوش، تو دیگه امام حسینی نیستی. اتفاقا اینجور دعواها اینجور خیلی وقتا مصداق مزاحمت داره. هر کسی از هر کسی ادعایی داره، به جای اینکه خودش آلوده به غیبت بکنه، به جای اینکه خودش آلوده به نفرین بکنه، به جای اینکه خودش آلوده به اینجور مرا و دعوا و اینا بکنه، از قواعد قانونی یا یک حکمی رو پیدا بکنن، یک کارشناسی رو پیدا بکنن، این کار یه بنگاهی متدین پیدا کنید بیاد این ماشین نگاه بکنه، قولنامه رو ببینه، یه نظری بده، 2 تا ریز سفید هم حل کنید بره. نه برو دادگاه شکایت کن. ولی نشین تو هر جا میشین تو هر جا فلانی تو هیئت مثلا سینه زنه، زنجیر زنه، یا مثلا آشپز برنج پاک میکنه، چی این پول منو خورده. اینا خوب نیست. ما باید بدونیم که اخلاق امام حسین غیبت توش نیست. آبروی مردم رو بردن توش نیست. امام حسین به نفر فرمودن که غیبت میکرد، فرمودن غیبت نکن، این خورشت سگهای جهنمه. ادام و کلاب نار. از این دست بردار. خورشت سگ جهنم با خورشت سگ دنیا مقایسه بفهمید، سگ جهنم، نه سگ دنیایی که میفته تو جهنم، و کلب جهنم فرق میکنه قصهش. ما باید یه مقداری تو این کشمکش، ما هر روایتی رو گوش میکنیم به نفع خودمون گوش میکنیم. این غلطه، این روی کرده غلطیه. شنیدید بعضیا مثلا پا منبر میشینن میگن که ای کاش فلانی هم بود، مثلا بعضی از زن و شوهرها بود، ای کاش مثلا همسرم هم بود میشنید که آقا چی داره میگه. نه، برای خودت بشنو. آدمی سعادتمند میشه برادر من که روایت هایی رو گوش کنه که علیه خودش میتونه استفاده بکنه، علیه نفسش. چون تو باید با نفست بجنگی دیگه. ابزار پیدا کن برای جنگیدن با خودت، نه با دیگران. دیگران عیال خدان، عباد خدان. تو سلاح جمع کن علیه خودت. روایت رو بزن به خودت، بگو با منه. موعظه رو میشنوی بگو با منه. بعد چی میشه اون وقت؟ بعد ساخته میشیم، بعد بالا میریم، بعد از خیلی از گزندها حفظ میشیم. تمام گشایش ها از همین جا پیدا میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فکرشو نمیکنه. چه چیزی رو رزق میده؟ هر چیزی که رزقه، از جایی که فکرشو نمیکنه. دارید میگید که حتی گشایش های مالی، حتما مالی که ابتدایی تری میشه، حتی اینها علم، هم توی حکمت، همه اینها تربیت هاست که ما بتونیم. تقوا چجوری مگه حاصل میشه؟ ما پیدا بکنیم، نقصامون رو پیدا بکنیم، هی خودمون رو نقصامون رو برطرف کنیم، عیبامون رو برطرف کنیم. ما باید مدام رصد کنیم که سخاوتمون یه وقت کم نشه. خصوصا ماها که دیگه داریم از جوانی فاصله میگیریم. آدمیزاد وقتی از این 30-35 سال رد میشه، میاد به مرز 40 سالگی، پا داره میذاره تو میان سالی، خیلی شرایطش خطرناک میشه. چرا؟ برای اینکه به موسی وحی کرد که به 40 ساله ها بگو مینویسم، هر کاری کنید مینویسم. عجب. بله، مینویسم، خطاهاتون رو مینویسم. نشون میده که مال جوونا رو، چون روایت هم داریم دیگه، به ملائکه میگه حالا ننویسین. اگه وقت پشیمون شد گفت آخ چرا این کارو کردم، ننویسین که بعداً توبه کنه، که بعداً پاک کنین.
ننویسیم. خوشبال جوونا. بعد ماها که پیریم، میان سالیم، حالا چه اونایی که دیگه اما پیرتر شدن، حالا ما که پیر نیستیم دیگه، داریم میریم به اون سمت، یعنی از جوانی داریم جدا میشیم. نمیخوام مثلا حرفی بزنم که مخاطب که نه حالا پیری یا پیر نیستی، مهم نیست، داریم از جوانی فاصله میگیریم. ما هر آدمیزاد هر چقدر که پیر میشه، حرص جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. خواب دم صبح خیلی شیرینه، خیلی آدم سختش اون لحظه از خواب باشه. خواب سر شب آدم سری راحت بلند میشه، چیز نیست. ما دلبسته، هر چقدر آدم تو دنیا بیشتر میونه، دلبستگیش به دنیا بیشتر میشه. برای همین وقتی مثلا چطور میگن یه آقای 50 ساله حتما رصد کنه پروستات نداشته باشه، حتما مثلا باید هر 5 سال یه بار یه سری آزمایشاتی رو انجام بده، یه سری چک‌های پزشکی رو بده تخصصی و مثلا فلان. علاوه اخلاقی هم همینطوره. ما باید رصد کنیم نکنه دچار بخل شدیم. 40 ساله ها الان تو تلویزیون هر جا که دارن برنامه ما رو میبینن تو خونه، رصد کنن آخرین باری که یه چیزی رو سخاوتمندانه بخشیدن کی بوده؟ میزان بخشش هاتون نسبت به درآمدتون چقدره؟ بذل چقدر دارین؟ یه نفر به امام حسین گفت صفت حسینی، گفت آقا اینی که آدم میخواد ببخشه باید به اهلش پول بده، باید به اهلش بخشش داشته باشه. به امام حسین گفت. آره، من نظرم اینه. آقا فهمیدم، ولی به نظر من اصلا فضل و احسان اینطوری نیست. وابل المطر، مثل باران تندیه که میباره، باید به همه برسه، به بر و فاجر برسه. مثلا یه نفر میخواد خرج بده، میگه من فقط میخوام به سیدان آهار بدم، اونم سید متدین، من فقط میخوام با آدم حسابی ها غذا بدم. غذای خوب اینجور چیزا رو کار نمیکنه. مثلا یه همچین وقفی توی آستان قدس هست که مثلا افراد مؤثر رو طرف وقف کرده که دعوت کنه، یه فکر فرهنگی داشته، می‌خواسته اینجور آدما همدیگر رو تو حرم از ترزا ببینن که این دیدنه و این جمع منشأ خیرات فکر پشتش بوده. خوبه. و در کنارش بخشش عمومی هم داره، این اشکال نداره. اما آدمی که فقط و فقط یه جایی انفاق میکنه، یه جایی بخشش زیادی داره، این خوب نیست. باید همه جا بخشش داشته باشه. زمانتون تمامه؟ تقریبا 30-40 ثانیه وقت داریم. خیلی گوشه قابم ببینین چی گذاشتن. کربلا الان گذاشتن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا. خب تو این 30 ثانیه بفرمایید. دلمون رو به این کربلا و به امام حسین پیوند بزنیم، گره بزنیم. این کار خودمون، هر کسی خودش باید برای خودش این کارا رو بکنه. فردا شب میخوام از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شهاب مرادی عزیز خواهش بکنم که با اجازه شما مردم بگن چیکار کنیم که این گرهه وقتی شل نشه، شل بشه، طوری نیست. چیکار کنیم هی محکمش کنیم. میخوام اینا رو بگید. بالاخره تو زندگی ما باید ادامه باشه. خوبه. ادامه. به امام حسین حواسمون به این گرهه باشه. نگاهمون به خدا، به اهل بیت مثل کودک نباشه که اگه وقت دست ما دلخور شد برای همیشه قهر میکنه. هی عاشقی داشته باشیم، ادامه داشته باشیم. خیلی ممنونم از جناب یا علی مدد. التماس پیش ممنونم که شبای بعدم ان شاءالله سلامت باشین. ممنونم از رفقامون در پخش شبکه تهران و از همه شما هم نشینان با خورشید. ایامتون به کام و عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خداحافظ.